یک نمونه تحلیل در تایم فریم های سه‌گانه. در اینجا یک مثال از تحلیل 3 بازه زمانی مختلف را بررسی می‌کنیم. هنوز به طور کامل به بررسی روندها و ایجاد ساختارهای حمایت و مقاومت در بازه زمانی بالاتر نپرداخته‌ایم. بنابراین لطفاً فعلاً این تحلیل را به همان صورت بپذیرید. هدف اصلی در این بخش مشاهده نحوه تعامل در بازه‌های زمانی با یکدیگر است. به ویژه می‌خواهیم ببینیم چگونه حرکت قیمت در بازه زمانی معاملاتی در زمینه حمایت یا مقاومت بازه زمانی بالاتر قرار می‌گیرد. هرچند که ترجیح ما همیشه بر انجام معاملات همراه با روند است، اما در اینجا یک مثال برخلاف روند ارائه می‌کنیم تا بتوان دید چگونه این نوع معامله انجام می‌شود بدون اینکه نیاز باشد تمام بازه‌های زمانی با هم در تطابق روند باشند. این نمونه یک تایم فریم بزرگتر را نشان می‌دهد. مناطق مقاومت با خطوط قرمز و مناطق حمایت با خطوط سبز نمایش داده شده اند. به منطقه توجه کنید که از سبز به قرمز تغییر کرده است. در اینجا حمایت قبلی بعد از شکستن قیمت در نقطه A به مقاومت بالقوه تبدیل شده است. در این مثال ما به نقطه B علاقه‌مندیم، جایی که قیمت باز می‌گردد تا منطقه مقاومت را مجدداً آزمایش کند. معاملاتی 3 دقیقه را نشان می‌دهد، جایی که ما حرکت قیمت را تحلیل کرده و به دنبال فرصت‌های معاملاتی می‌گردیم. فرصت‌های قبلی را نادیده بگیرید زیرا هنوز تحلیل یا استراتژی را یاد نگرفته‌ایم و فقط بر بازآزمایی در نقطه B تمرکز کنید. تحلیل ما از بازه زمانی معاملاتی نشان می‌دهد که بازار با روند صعودی به منطقه مقاومت فشار می‌آورد و کمی سطح را می‌شکند. در اینجا به دنبال 2 فرصت اصلی هستیم. اول شکستن سطح که به سرعت ناکام می‌شود و دوم شکستن سطح که نگه داشته می‌شود و بعد در جهت شکستن ادامه می‌یابد. فعلا این تحلیل را بپذیرید. این نمونه بازه زمانی پایین‌تر را نشان می‌دهد که جزئیات بیشتری را ارائه می‌دهد. در این نمودار می‌توانیم کاهش سرعت حرکت قیمت را هنگام عبور از اوج قبلی، سطح 1.4500 و منطقه مقاومت به وضوح ببینیم. در نظر بگیرید معامله‌گرانی که با عبور قیمت از این مناطق خرید کرده اند، با رسیدن قیمت به 1.4510 حد ضرر آنها احتمالاً کمی پایین‌تر از سطح 1.4500 خواهد بود. این همان جایی است که ما می‌خواهیم وارد معامله فروش شویم با هدف بازگرداندن نمودار 3 دقیقه‌ای به سمت پایین. با توجه به اینکه این معامله برخلاف روند است، به دنبال هدف اولیه درست بالای کف نوسان قبلی در حوالی 1.4470 هستیم. ورود به معامله در هنگام ناکامی قیمت در منطقه مقاومت صورت می‌گیرد و قیمت به راحتی در عرض 6 تا 7 دقیقه به هدف ما می‌رسد. نکات کلیدی از این مثال: بازه زمانی معاملاتی 3 دقیقه در چارچوب ساختار بازه زمانی بالاتر معامله شد، به طوری که مقاومت بازه زمانی بالاتر مانعی برای روند بازه زمانی معاملاتی ایجاد کرد. بازه زمانی پایین‌تر برای دقیق‌تر کردن تحلیل و همچنین زمانبندی تصمیمات ورود و خروج استفاده شد. را با بروکر لایت فایننس تجربه کنید.